سلام گلای نمونه مهندسای تو خونه. خب مبحث بعدی دیتا تایپ هاه. دیتا تایپ ها اگه از من میپرسی اصلا نیازی نیست تو بدونی بلد باشی. چرا نیازی نیست؟ حالا مثلا گیرم الان دونستی مثلا دیکشنری چیه، ست چیه، تاپل چیه، به دردت که نمیخوره. میخوای حفظ کنی برو از روی سورسش بخون حفظ کن. خب به جاش بیا بریم سراغ نامبرها. ببینید سه تا داده عددی داریم، اینت داریم، فلوت داریم و کامپلکس داریم. خب کامپلکس داریم. این سه تا داده عددی من. اوکی، من اگه بخوام بنویسم x من مساوی هست با یک، این میشه یک عدد اینتیجر برای من. y من مساوی باشه مثلا 2.8 میشه یه عدد فلوت و z من مساوی باشه با یک j میشه یه عدد کامپلکس. پس این سه گونه عددیه که من میتونم تعریف کنم. اوکی، خب توی تعریف عدد اینتیجر میتونم بزنم یک، میتونم بزنم این عدد رو میتونم بزنم منفی این عدد. اما در تعریف عدد فلوت من میتونم بزنم مثلا 2 8 1 و 10 21 و مثلا 2 و همینطور منفی این رو میتونم بزنم. پس اینم شد مثالی از عدد فلوت. توی حالت کامپلکس من حتی میتونم از ای استفاده کنم، مثلا بیام بگم 35 ای که بشه نماد علمی دیگه، مثلا x مساوی 35 ای 3 که نماد علمیش باشه که اونجا قدرت توان دهش رو مشخص کنه. اوکی، و توی کامپلکس خب این شد فلوت. این شد مثال فلوت. برای فلوت شما میتونی هم عدد اعشاری مثبت بزنی، عدد اعشاری منفی بزنی، عدد نمیدونم نماد علمی 10 بزنی و فلان و اینا. ولی توی کامپلکس مثلا میخوای یک متغیر ایجاد کنی، مثلا 3b اضافه 5j. این جی که اینجا نوشته میشه مثلا من میتونم بنویسم این 5 به اضافه مثلا 3j. این جی که من اینجا می نویسم یک مقدار متصور شده است. من میتونم منفیش هم بنویسم، مثلا منفی 5j. این جی یه مقدار متصور شده است. یعنی فعلا ما باش کاری نداریم. چیزی که اینجا اهمیت داره برای ما توی زیر 5 دقیقه ما اینو تعریفش کنیم، تبدیل کردن عدد از این به اونه. اوکی، مثلا ما یه x داریم مساوی هست با یک، یه y داریم مساوی هست با 2 و 8 و یه دونه z داریم که مساوی هست با یک j. اوکی، اینو که قبول داریم. حالا a مساوی هست با فلوت x، یعنی x رو من که اینجا اینتیجر تعریف شده بود فلوتش رو ریختم توی a. b مساوی هست با اینتیجر کی؟ اینتیجر y فلوت بود، درسته؟ و c مساوی هست با کامپلکس x. اینا رو تا اینجا قبول دارین؟ حالا بیایید پرینت بگیریم از a و b و c. سیو میکنم، برنامه رو اجرا میکنم. یک ممیز صفر، 2 8 دهمش رو انداخته و یک به اضافه صفر j. تایپشون رو هم بخوام پرینت بگیرم براتون، همون جوریه که حتما میدونید. به این شکل تایپش رو هم براتون پرینت بگیرم به سه فلوت، اینتیجر و کامپلکس. نکته که هست اینه که شما نمیتونی کامپلکس رو به چیزهای دیگه تبدیل کنی. واسه همین ما اینجا با z کاری نداشتیم، پس کامپلکس رو نمیشه به داده های متغیرهای داده های عددی دیگه تبدیلش کرد. پس دیتا تایپ ها رو یاد گرفتیم برای نامبرها و همینطور اومدیم و
تبدیلشون هم به هم دیگه کردیم و فهمیدیم کامپلکس تبدیل نمیشه. این زیر 5 دقیقه ما اومدیم داد دیتا تایپ های عددی رو هم گفتیم. اوکی. بریم یک عدد رندوم بین 1 و 10 تولید کنیم. برای اینکه یک عدد رندوم ما تولید کنیم، اولین کاری که میکنیم تو خط اول یک کتابخونه اضافه میکنیم به اسم چی؟ به اسم رندوم. بعد میریم خط بعد میگیم که برای ما پرینت کن هر بار که برنامه رو اجرا میکنی یه عدد رندوم دات که رنجش یعنی رنج عددیش بین 1 تا 10 باشه. میگم اینجا رو کلیر کن برامون مثل آسمون ایران و 7 میده، 1 میده، 3 میده، 6 میده، 4 میده، 6 7. شما 10 دیدین؟ نه 10 ندیدین. برای اینکه 10 رو هم اعمال کنه ما باید اینجا بزنیم 11. درسته؟ پس 1 تا 10 یعنی تا سر 10 یعنی 1 تا 9 عددیه که به صورت رندوم تولید میکنه. اوکی. بریم در مورد کاستینگ یاد بگیریم. کاستینگ یعنی چی؟ اگه از جلسه اول یادتون باشه، کاستینگ یعنی این که من بیام تایپ اون متغیری که میخوام درست کنم رو بهش بگم که این تایپ چیه. مثلا میام بنویسم x اینت که مقدارش 1، y اینت که مقدارش 2 و 8، z اینت که مقدارش یک 3 در دبل کوتیشن. حالا من اگر از اینها پرینت بگیرم قطعا این میده 1 2 3. درسته؟ همین 1 2 3 باید بذاره. خب من اینجا رو کلیر کنم و بیام بگم که پایتون میده 1 1 1. این x هاش رو عوض نکن، y z 1 2 3. خب حالا بریم برای اینکه یه فلوت کاستینگ داشته باشیم. بیایم اینجا x y z اینا رو همه رو بکنیم فلوت. اینجا یه دونه آلتو نگه میدارم، یک کلیک دیگه، یک کلیک دیگه، اینا رو میکنم فلوت و اینجا 1 2 8 3 یه عدد دیگه هم اضافه میکنم w مساوی باشه با فلوت داخل دبل کوتیشن 4/2. خب اینجا هم یه پرینت دیگه اضافه میکنم، تو این پرینت w رو هم اضافه میکنم و اینجا ازش اجرا میگیرم. میده خروجی به من 1/0 2/8 3/0 4/2. بریم یه مثال دیگه بزنیم برای استرینگ هامون. اینو با اجازهتون پاک میکنم، آلتو نگه میدارم، کلیک کلیک اینا رو پاک میکنم، str میزنم مقدارمون رو اینجا باشه مثلا 3/0 اینجا باشه 2، اینجا باشه داخل دابل کوتیشن s1. این پرینت w رو هم پاک میکنم، ترمینالم رو مثل آسمون ایران کلیر میکنم و اجرا میگیرم. میگه این رشته s1 2 3. حالا این نمیفهمم اینجا رشته است، موقعی میفهمم رشته است که میخوام باش کار کنم. الان من 3 رو نمیتونم با چیزی جمع ببندم، یعنی من اگه بیام بگم z به اضافه 2 اینجا اجرا بگیرم به من ارور میده، میگه str not int. اینی که اینجا جمع بستی str، در صورتی که اگر این int بود و من اینجا میزدم z به اضافه 2 و ترمینالم اجرا میگرفتم میداد 5، چون که من 2 رو به اضافه یه مقدار عددی کردم. ولی اینجا چون این مقدار رشته‌ایه اونجا برات مشخص میشه که نه، این مسجد جای نیست. اوکی؟ خب کاستینگ هم یاد گرفتیم. چند دقیقه شده؟ 9 دقیقه و 49 ثانیه. درود بر شما. بریم سراغ رشته ها. در همین ویدیو بریم سراغ رشته ها یا نه؟
نظرتون چیه؟ خب حالا یه معرفی بکنیم رشته ها رو بعداً بکنیم. نه به نظرم نکنیم، رشته ها رو بذاریم کلا توی یه دونه ویدیو باشه که عقب جلو میکنید بهتون خوش بگذره. پس تو این 10 دقیقه ما هم نامبر رو کاور کردیم، کستینگ هم کاور کردیم. بریم ویدئوی بعدی، اونجا رشته ها رو کامل و جامع تا تهش سرفصلاشو با هم دیگه بریم. فعلا آدیوس.